میدونی بیماری شغلی چیه؟ بیا تا چند مورد از بیماری‌های شغلی کارمندا رو بهت بگم. از بس که اینقدر صفحه مانیتور رو دیدم، هم چشام خشکه و هم واقعا چشام تار میبینم و هم چشام درد میکنه. اینقدر یه سر نشستم پشت سیستم و تحرک ندارم، دیسک و مرام آسیب دیده و کمردرد شدید دارم. اینقدر که با این موس و کیبورد کار کردم تو انگشتا و مچ دستم احساس درد و بی‌حسی دارم. از بس که سرمو خم کردم به این مانیتور و گوشی نگاه کردم، درد سرشونه و گردن و سر واقعا داره من اذیت میکنه. به خاطر بی‌تحرکی که دارم اضافه وزن گرفتم، قند و فشار خونم رفته بالا. دوستای عزیز، این دردها و بیماری‌ها شوخی نیستن، بهش میگن بیماری‌های شغلی. طبق مقررات ایمنی و بهداشت کار باید به این موضوعات رسیدگی بشه. همونطور که کارفرما انتظار کار مفید رو از کارمندش داره، همونطور هم باید حواسش به سلامتشون باشه. کارفرما میتونه با تهیه یک صندلی مناسب، استراحت بین کار، نور و تهویه مناسب این شرایط کار رو ایجاد کنه. غیر از این باشه قابل پیگیریه. تو کامنت ها به همون بگین بیماری شغلی شما چیه؟